درود دوستان، به کانال دی ایکس لند خوش اومدین. امروز میخوایم به بزرگترین گنج هایی که هنوز پیدا نشدن بپردازیم. پس با ما همراه باشید. در طول تاریخ گنج های زیادی توسط دزدان دریایی، جنگجویان و افراد دیگر دزدیده یا گم شدند. برخی از این گنج ها بسیار بزرگ و ارزشمند هستند و هنوز هم توسط افراد زیادی به دنبالند. گنجینه هخامنشیان. این گنجینه شامل طلا، نقره، جواهرات و سایر اشیاء قیمتی است که در زمان داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشی، دفن شده است. گفته می شود این گنجینه در نزدیکی تخت جمشید، پایتخت هخامنشیان، مدفون شده است. گنجینه آتن. این گنجینه شامل طلا، نقره و سایر اشیاء قیمتی است که در زمان جنگ پلوپونز بین آتن و اسپارت دفن شده است. گفته می شود این گنجینه در نزدیکی آتن، پایتخت یونان باستان، مدفون شده است. گنجینه ناوگان اسپانیایی گم شده. این گنجینه شامل طلا، نقره و سایر اشیاء قیمتی است که در سال 1715 توسط یک ناوگان اسپانیایی به مقصد اسپانیا از آمریکای جنوبی حرکت میکرد، اما در اثر یک طوفان سهمگین در نزدیکی فلوریدا غرق شد. گفته میشود این گنجینه در نزدیکی فلوریدا مدفون شده است. گنجینه ناوگان طلای فرانسوی. این گنجینه شامل طلا، نقره و سایر اشیاء قیمتی است که در سال 1702 توسط یک ناوگان فرانسوی به مقصد فرانسه از آمریکای شمالی حرکت میکرد، اما در اثر یک طوفان سهمگین در نزدیکی جزیره کیپ برتون در کانادا غرق شد. گفته میشود این گنجینه در نزدیکی جزیره کیپ برتون مدفون شده است. گنجینه دریاچه مکنای. این گنجینه شامل طلا، نقره و سایر اشیاء قیمتی است که در قرن 17 توسط یک کشتی اسپانیایی در دریاچه مکنای در ایالات متحده آمریکا غرق شد. گفته می شود این گنجینه در نزدیکی دریاچه مکنای مدفون شده است. آیا گنج های گم شده را می توان پیدا کرد؟ پاسخ به این سوال بسیار دشوار است. برخی از گنج های گم شده مانند گنجینه هخامنشیان به قدری بزرگ و ارزشمند هستند که یافتن آنها بسیار دشوار است. برخی دیگر نیز ممکن است در مکانهای دفن شده باشند که دسترسی به آنها دشوار یا غیر ممکن است. هر سال گنج‌های گم شده زیادی پیدا می‌شود که نشان می‌دهد یافتن آنها غیر ممکن نیست.